خب بند 14 گفتیم که این لوح رو بکشه و درست کنه و 18 تا لوح زندانی همراه خودش داشته باشه و اینکه اون لوح آخر رو زندانی دفن کنه و اینکه بدون شک آزاد میشه، چون داخل این اسم یکی امان الخائفین جار مستجیرین، اینا همه در واقع خدا رو برای آزاد شدن صدا میکنه. هر کس از جواب نکیر و منکر در واقع ترس داشته باشه این اسامی رو میتونه بخونه، یا برای میت با تربت می‌نویسن که از نکیر و منکر امان میده انسانو. از شدائد دنیوی راحت بشه این اسم روز دوشنبه با بخور کندور در واقع بخور کنه 24 مرتبه. این اسامی رو هر روز باید بخونه تا 24 روز، تا 24 روز 24 مرتبه هر روز بخونش. الان بند چنده؟ بند 16. و این طبق قانون قوانین خاصی اینجور گفته. از سقطی ها نجات پیدا میکنه. حاجت از کسی داشته باشه، یعنی حاجتش رو بخواد کسی برآورده کنه. از روز پنجشنبه تا یکشنبه هر روز این لوح شریف را 2 مرتبه بنویسد. از پنجشنبه تا یکشنبه هر روز این لوح عددا رو 2 بار بنویسه. یعنی چند روز؟ پنجشنبه، جمعه، شنبه، یه شنبه، 4 روز. و اسامی مبارکی را 22 مرتبه بخواند. 22 مرتبه شما میخواید اینو بخونید، کلا 8 بار میخواد بنویسید. یکی از این الواح، یعنی اندادایی که نوشته تو منزلش، دیگری رو تو مکان شخص مورد نظر بذاره و حالا چیکار کنه بعدش؟ همچنین اگر به منزل یا محل کار طرف مقابل دست نداشته باشه میتواند در بیابان محلی را نشان کند و آن را محل طرف مورد نظر فرض کند یا اونو در بیابون در واقع خاک کنه که بدون شک اون خواستش برآورده میشه. پس این شد 22 مرتبه. شما باید اینا رو بخونید و این روزای خاص هم باید این رو بنویسید و در اون مکان خاک کنید که خواستتون رو طرف مورد نظر، خواسته شرعی، قبول کنه. سهولت در گذشتن و عبور از پل صراط بعد نمازهای واجب، عبور از کارهای صعب و عبور از شر و الاشرار، این لوح همراه خودش داشته باشه و بخونه. حتی از راهزنا هم در واقع امان میده این لوح. بند 18. اگر کسی میخواد بیخوابی و ترس ازش دور بشه همین بند 19 رو باید با خودش بنویسه یا سر گهواره کودک بیاویزه که ترس و بیماری ازش دور بشه. بند 19 جوشن. و بند 20 جهت غم و اندوه، چهارشنبه بین 2 نماز 9 مرتبه تا 9 روز. بند 20 رو میخونی چهارشنبه بین 2 نماز 9 مرتبه، یا که روز چهارشنبه شروع میکنی تا 9 روز میخونی، یعنی میشه که یعنی حدودا میشه پنجشنبه، میشه جلو جمعه. هر روز هم 9 مرتبه میخونی نماز ظهر. و در این ایام باید این لوح رو روی کاسه چینی نقش کنی. اگر نمیتونی کاسه چینی، میتونی بخری کاسه چینی که روش نوشتن، با آب باران بشویی و یک بخوری هم همون لحظه دود کنی و اون آب بخوری که غم از دلت بره. این برای از بین رفتن غم و پاک شدن از گناهانه. ایجاد تغییر در رفتار و سکنات. کسی که رفتارش بده روز چهارشنبه اول طلوع آفتاب این لوح با نبات و زعفران می‌نویسه، 12 مرتبه میخونه
روز چهارشنبه اول طلوع 12 مرتبه این لوح مینویسه و میخونه و به فرد مورد نظر میده که اخلاق و رفتارش در واقع تغییر میکنه. این لوح منظور همین عددهای ها، اون منظور کلمات رو ننویسه بده. با آب و نبات و زعفران. تقویت دید و روشنایی چشم. تقویت روشنایی چشم بعد نماز صبح 7 مرتبه میخونه و به چشماش میکشه و اگر با آب باران هم کار انجام بده و مقداری بنوشه نور چشمش زیاد میشه. حالا شاید عجایب هم بتونه ببینه. خب دوستان، این کتاب سر جوشن تا بند 22 بود.